وارد دانشگاه شدم، یکی دو روز اول تحصیلم بود، حسین همون موقع فارغ التحصیل شد رفت بیرون. که من حسین ملایمی هستم، متولد شیراز هستم و حالا اگر بخوام خیلی خلاصه بگم مدت زمان کوتاه برای صرفه‌جویی در تایم من یه سری چیزا رو یادداشت کردم که افسار کار از دستم خارج نشه. و توی این مدت فکر می‌کنم کاتالوگمون اگه اونجا دیده باشیم ما بالغ بر 20 یا 25 تا اجرا داشتیم به همت مردم شهر و تلاشی که دوستان ما کردن. اورنگ بدون این دوستان اورنگ نمیشد. CDC انجام میده و این 20% حدوداً 8000 برنامه خیلی متنوع و پرمحتوا که بازتابی از صحبت‌هایی که و گفتگوهایی که شنوندگان عزیز به ما دادن، نه که از طرف خود من